راه‌های غیر اخلاقی اما قانونی برای پول درآوردن. بخش 1. از آنجایی که این روش به 2 نفر نیاز دارد، مطمئن شوید دوستتان را که قرار است کمکتان کند تگ کنید. ابتدا هر دوی شما یک موم سفید اجاره می‌کنید و در شهر می‌چرخید و به دنبال افراد بیخانمان می‌گردید. هر وقت یک مرد بیخانمان را در خیابان دیدید، ماشین را نگه می‌دارید و به او می‌گویید ما یک چالش داریم. اگر بتوانی در یک مسابقه بوکس برنده شوی، 1 هفته اقامت رایگان در هتل خواهی گرفت. از آنجایی که این مرد بیخانمان جایی برای ماندن نداره و در روزش چیزی برای انجام دادن نیست، قطعاً قبول می‌کند و سوارون می‌شود. شما این کار را 16 بار تکرار می‌کنید تا زمانی که گروهی 16 نفره از مردان بیخانمان در وان جمع کنید. بعد از آن دوستتان شما را به یک پارک عمومی میبرد. سپس همه از وان پیاده میشوید و شروع می‌کنید به تقسیم کردن افراد بیخانمان به گروه‌های 2 نفره. حالا دوستتان دوربین را نگه می‌دارد و همه این صحنه‌ها را فیلم برداری می‌کند. چون شما این مسابقه بوکس را به صورت زنده در کانال توییچ خود پخش می‌کنید. هر برنده از یک گروه با برنده گروه دیگر روبرو می‌شود تا اینکه در پایان فقط یک برنده بیخانمان باقی بماند. از آنجایی که همه اینها را زنده پخش می‌کنید، هزاران بازدید و تعداد زیادی دونیت کمک مالی در توییچ دریافت خواهید کرد که منجر به هزاران دلار درآمد می‌شود. بعد از بازگشت به خانه، ویدیوی استریم را دوباره در کانال یوتیوب خود آپلود می‌کنید و هزاران دلار دیگر از طریق یوتیوب و درآمد تبلیغات به دست می‌آورید. به این شکل با استفاده از افراد بیخانمان ثروتمند می‌شوید. حتما لایک و فالو کنید تا ایده‌های بیشتری برای پول درآوردن دریافت کنید.